اگه اولین باره که قراره بری باشگاه، احتمالاً یه سوال تو ذهنت داری. از کجا باید شروع کنم؟ همین نقطه است که خیلی‌ها ول میکنن، ولی تو نه. چون امروز قراره با هم اولین برنامه تمرینی اصولی مخصوص تازه‌کارا رو بچینیم. یه پلن ساده، علمی و قابل اجرا. خب، یه برنامه 3 روزه طراحی کردم چون طبق تحقیق روی گروه‌های انسانی، تمرینات 3 بار در هفته برای تازه‌کارا بهترین بازدهی داره. برنامه روز اول. هدف اینه یاد بگیری درست تمرین کنی، فرم صحیح رو پیدا کنی و از بدنت آگاه تر شی. هر حرکت رو با تمرکز انجام بده. 3 ست بین 8 تا 12 تکرار، وزن سبک ولی کنترل شده. تو هفته‌های اول رشد اصلیت از نوع عصبیه، یعنی مغز و عضلات یاد میگیرن هماهنگتر کار کنن. حرکات روز اول. 1. پرس پا. پاهاتو به اندازه عرض شونه باز کن، پاشنهاتو محکم به صفحه فشار بده و موقع پایین رفتن زانوها رو تا 90 درجه خم کن. نکته مهم، باسن از پد جدا نشه. حرکت عالی برای شروع تقویت پاها بدون فشار به کمر. 2. لت پول دان. میله رو کمی پهن‌تر از عرض شونه بگیر. به سمت سینه بکش، تمرکز کن روی عضلات پشت نه بازوها و نفستو بده بیرون موقع پایین آوردن. 3. پرس سینه دستگاه. پشتتو کامل بچسبون، دستگیره ها رو در راستای سینه بگیر. هل بده جلو و کنترل شده برگرد. حرکتیه برای یادگیری فشار روی سینه بدون اینکه فرم اشتباه بزنی. داخل تمام حرکات اگر راحت تر از 12 تکرار زدی یعنی سبکه. اگه حتی به 8 هم نمیرسی یعنی سنگینه. 4. نشر از جانب دمبل. دمبل ها رو تا ارتفاع شونه بالا بیار، آرنج کمی خم و شونه هاتو بالا نیار. این حرکت فرم شونه هاتو میسازه و باعث میشه ظاهر بدنت پهن‌تر و خوش‌فرم‌تر شه. 5. پلانک. بدنتو صاف نگه دار، باسن نه بالا نه پایین. 30 ثانیه نگه دار، 3 تا 4 ست. پایه همه حرکات قدرتیه چون میان تنتو قوی میکنه. برنامه روز دوم. روز دوم وقتشه بدنتو آزادتر حرکت بدی. تمرکزت باید روی کنترل و حس عضله باشه، نه فقط بالا بردن وزنه. حرکات روز دوم. همیشه قبل اینکه تمریناتو شروع کنی یادت باشه حتما گرم کنی. 5 دقیقه تردمیل یا دوچرخه تا جریان خون زیاد بشه، بعدش هم چند تا حرکت ساده مفصلی بزن. چرخش شونه ها، مچ دست، مچ پا و لگن. همینقدر ساده ولی موثر. حرکت اول اسکوات با وزن بدن. پاهاتو به اندازه عرض شونه باز کن، سینه بالا، کمرت صاف باشه، باسنو عقب بده و پایین برو تا رانهات موازی زمین شن. پایه تعادل و کنترل بدنه. 2. قایق نشسته. صاف بشین، شونه ها پایین، میله رو به سمت شکم بکش. فکر کن داری با عضلات پشت تماب میکشی، نه با بازوات. 3. پرس شانه دمبل نشسته. دمبل ها رو در سطح گوش بگیر و بالا ببر تا نزدیک همشن. آروم پایین بیار و فرمو کنترل کن. 4. جلو بازوی دمبل تناوبی. آرنجات ثابت، بدن تاب نخوره. فقط با بازو دمبلو بالا بیار و حس کن عضله منقبض میشه. 5. کرانچ شکم. زانوها خم، دستا کنار سر، بالا تنه رو کمی بالا بیار. آروم پایین برگرد. برنامه روز سوم. روز سوم وقتش همه چیزایی که یاد گرفتی و با هم ترکیب کنی. حرکات روز سوم. 1. جلوران دستگاه. پاهات زیر پد تا صاف شدن زانو بالا بیار. یه لحظه فشار رو نگه دار، بعد آروم پایین برگرد. 2. فلای سینه دستگاه. مثل اینکه داری کسی رو بغل میکنی. دستگیره ها رو به هم برسون، تمرکز روی فشردن سینه، نه بازوها. حرکت عالی برای حس انقباض کامل عضله سینه. 3. بارفیکس. اگه هنوز نمیتونی بارفیکس بری از دستگاه کمکدار استفاده کن. کنترل شده بالا و پایین برو و تمرکز روی عضلات پشت داشته باش. 4. پشت بازوی سیمکش. آرنجات کنار بدن قفل. میله رو پایین بفرست تا بازوت صاف شه و بعد کنترل شده برگرد. 5. شکم دستگاه. شکمت رو منقبض کن و آرنجاتو به زانوهات نزدیک کن. حس کن عضلات شکمتن دارن کل کار رو انجام میدن. 3 ست 15 تایی کافیه. این روتین تمرین برای 3 تا 4 هفته خوبه. برای بعدش به زودی برنامه تمرینی طراحی میکنم. یادت باشه فرم درست مهمتر از وزن است. از سبکترین وزن شروع کن و هر هفته یه ذره اضافه کن. پس همین الان کیف ورزشی تو ببند، برنامه تو یادداشت کن و
از فردا استارت بزن. اون اولین قدم سخت‌ترینشه، ولی همون قدمه که مسیر بهتر شدن تو شروع میکنه. حتما لایک کن، سابسکرایب یادت نره و توی کامنت ها بنویس من قول میدم شروع کنم.